با برکناری سرلشکر قرنی، قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان برای دیدار با آیت الله خمینی و مهندس بازرگان عازم قم و سپس تهران می شود. او در این دیدارها اعلام می کند آرامش کردستان موقت است و همچنان بر موضع کردها در رابطه با خودمختاری تاکید می کند. آقای قاسملو، اگر در نقطه نظرهای دولت موقت، یعنی اون چی که راجع به خودمختاری مطرح میکنه و پیشنهاد میکنه، نظرات و پیشنهادات حزب دموکرات کردستان گنجانده نشه، اون موقع واکنش این حزب چه خواهد بود؟ ببینید، حزب ما یک سابقه 34 ساله دارد. در این 34 سال همیشه برای هدفهایی که تعیین کرده مبارزه نموده است و حالا هم این مبارزه را ادامه می‌دهد. ما البته خوشحال خواهیم شد اگر دولت انقلابی خواسته های ما را قبول بکنند و حتی اونطوری که ما خواسته ها را فرموله کرده ایم اونها را قبول بکنند. ولی اگر آمدیم و برخی از خواسته های ما مورد قبول قرار نگرفت یا اصولاً به خواسته های ما توجه نکردند، خب به طور طبیعی ما برای خواسته های خودمون مبارزه خواهیم